دوستان عزیز بخیر سلامت. امروز آمدیم در نمایشگاه مان در بخش نمایشگاهی است که در بخش تزیین و فرنیچر تزیینات داخلی است. این نمایشگاه در فیلدهای بسیار مختلف کار میکنه. یعنی نشان دهنده است که عمان بازار کار بسیار متنوعی داره. میتونیم که در هر عرصه اینجا شما کار بکنید. ببینید مثلا در این قسمت یا کتای هستم که در هر بخش بسیار زیبا است که ما خودیم دنبال از این کار می‌کنیم. اینجا پیدا شده دیگه این شیشه کاری و آینه کاری ها رو ببینید. اینجا بخشی میزهای سنگیرا رنگای چوب رنگ احسن همه نوع بیزنس اینجا وجود داره. بسیار کار شیک اینجا صورت میگیره. امیدواریم که این برنامه و این لایف ما بتونیم برای دوستان یک انگیزه شود که بیان در بازار خیلی خوب عمان اینجا کار بکنن، تلاش بکنن. البته خود عمان نمیشه تنها به بازار عمان اکتفا کرد. عمان میتونه به عنوان یک ترانزیتی باشه برای کشورهای اروپا و آفریقا و آمریکا. میتونه از اینجا چون مشرف است به دریا و مرزهای آبی زیاد در کشور آفریقایی و اروپا، میتونه که از اینجا خیلی راحت اجناس و تولیدات خود خیلی با قیمت مناسب به طرف اروپا و کشورهایی که نیاز دارند به این موضوعات به محصولات اونا داشته باشند. شما میتونید ببینید قسمت لایف آمده. ببینید بسیار چیزای خیلی انتیک و زیبا. این وقتی که میبینیم تنوع کار اینجا این در خیلی هر نوع کاری که اینجا بخواهیم. این شیرالات سنگ، کار سنگ ببینید، کار مرمر چقدر زیبا. ایرانی ها هست کارهای سنگ هم میکنن. دیگه هموطنهای ما و شما در ایران الحمدلله شرکت های سنگ زیاد هست. میتونه به اینجا خیلی بیزنس خوبی را داشته باشن. کارهای سنگ هایی که برای دشویی تشناب استفاده کردن. یعنی آنچه که من میخوام بگم که هر چیز اینجا قابل ازی است که شما سرمایه گذاری کنید. در هر فیلد کاری که شما میخواین میتونید اینجا سرمایه گذاری کنید.
دوستا در جریان اگر کسی دوستا هست آنلاین هست میتونه ببینه، سوالی داشته باشه میتونه از من سوال کنه، ببینه طلب بکنه. ببین چقدر زیباست. اینا شاور است، سر شاور است. اینا کارای نل ها میکنیم. چقدر زیبا وان است. دل آدم میشه که این دفعه داخل اروپا. چقدر زیبا. و این بخش الماری است، کار چوب میکنه، ساخت الماری و اونم چیزای بسیار شیک. کابینت، این بخش دروازه های شیشه ای و دروازه چوبی هست. اینا بسیار کار شیک کرده. این کاری از این دیوار هست، خیلی زیبا، خیلی زیبا. نه اینا ببینید که داشته باشه تنوع کار. این هر کسی در هر فیلم در بخش ساختی بخواهد کار بکنه، اینجا شرایطش بازارش هست. وقتی یک نفر میاد مثلا انمی ببینید کار سنگم کرد، کار چی میکنه. این غرفه حداقل 20 زیاد میشه، تقریبا 40 متر مربع نمی مساحت گرفته. هر متر چیز ازی، هر متر جایی که نگرفتن $310 است. خب $310 ضرب 40 بکنین چقدر میشه؟ و اینمی مردم اینجا آمدن، اینمی هزینه رو کردن و میدانن که بازار کار اینجا خیلی خوب است و میتونن از طریق اینجا مشتری های خوب برای خود پیدا بکنن. میتونن که با مشتری ها به صورت مستقیم. یک از امتیازاتی که در اینجا هسته در نمایشگاه، آدم میتونن پی تو پی داشته باشه، یعنی مستقیم با خود مشتری صحبت بکنه و اونها جذب بکنه و مستقیم بدون واسطه با مشتری صحبت بکنه. دیگه ببینید این بخش کارهای کابینت و کابینت های ملای آلومینیوم است. ببینید یعنی کار چوب، این کار فلزش است. خیلی کار شیک، کار ترتمیز و اینکه آدم حس میکنه وقتی میبینه این کاره. خیلی کار شیکی است. دیگه این در یک بخش است. میم مثلا در بخش پرده. چقدر زیبا، چقدر زیبا. این چقدر زیبا است. تنوع رنگش رو می‌بینید. بیشتر گفتم که ببینید هر نوع که بخواید اینجا مثلا صنایع دستی، ببینید صنایع دستی چقدر زیباست. آدم با آدم حرف بزنه. ببینید چقدر زیبا، چقدر زیبا. شما بخواید در هر مسیری که برین فرصت هست، در هر مسیری که بخواید ببینید در هر
تزیینات تزیین دیوار ببین چقدر زیبا، چقدر زیبا. طرح‌های پرده و چیزای تزیینی. تخت خوابه بزنید چقدر شیک. این تو تخت خوابه در اوکیا شاید امید یک دیزاینر در حدود کم از کم 1000 ریال نه شاید بیشتر انجام شود. یک کابینت آشپزخانه در اوکیا دیزاین کرد، یک کلن آشپزخانه دیزاین در 6,500 ریال که تقریبا $15,000 تنها یک کابینت تحت دیزاین کابینت یک آشپزخانه شده. اینجا با عربا خیلی آدم میتونه که خوب کار کنن. به حال تشویقتان میکنم که بیاین کارتون رو شروع کنید.